дар ҳошияи таҷлили рӯзи модар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба табриги теъдоди аз модарону бонувони шаҳри Хоруғ рафта, онҳоро бо тӯҳфаҳои идона ва мукофоти пулӣ сарфароз гардонд. Роҳбари шаҳри Хоруғ ҳамчунин бонувон омӯзгорони фанни забони русиро, ки дар асоси қарори байнидавлатӣ аз Федератсияи Россия имрӯз дар мактаби президентии шаҳри Хоруғ ба ҳайси устодони ин фан кору фаъолият менамоянд, ба муносибати рӯзи модар табрику муборакбод гуфта барояшон барори корро таманно намуд. Дар навбати худ омӯзгорони ин муассиса низ аз таваҷҷӯҳ ва ғамхории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд, ки онҳо низ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки вазифаҳои ба ӯҳда гирифтаашонро бо сарбаландӣ ва аз сидқи дил иҷро менамоянд. дар баробари ин бонувони собиқадори меҳнат, ки дар соҳаҳои дигари муҳими шаҳру вилоят кору пайкор намуданд, аз тӯҳфаҳои идонаи раиси шаҳри Хоруғ бархурдор гардиданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ таҳти роҳбарии Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба табриги Гулдаста Орунбекова, собиқ муовини раиси вилоят ва инчунин директори китобхонаи вилоятӣ ба номи Абабдуллои Рӯдакӣ рафта таманниёти фарорасии фасли баҳор ва ҷашни рӯзи модарро барояшон шодбош гуфтанд. من شما جوانان رو دستگیری می نمایم در کجایی که نباشید و سیاست روبر دولت رو من تا آخر عمرم زیر پا هم نمی کنم، اما وقت از روی سیاست روبر دولت من عمل می نمایم. برخوردار نمودن مادران و بانوان با تحفه‌های ایدانه بخشیده به جشن روز مادر در شهر و ناحیه‌های دیگر ولایت نیز ادامه دارد. در قصر فرهنگ ناحیه ریشون روز مادران با جلب بانوان هنرمند و صنعتکاران بخش فرهنگ ناحیه دایر گردید. پیش از جمع آمد تنتنوی نمایندگان بانوان هنرمند 6 جمعیت دهاتی ناحیه ریشون هنر دسترخوان آرایی خود را منظور جمع آمدگان گردانیدند. روی دسترخوان ها یکچند نمود غذاها از قبیل طعام‌های قدیمی تاجیکان کوهستانی بدخشان، غذاهای پرهیزی عنعنوی که یک قسمشان با صاحب استقلال گشتن تاجیکستان از نو احیا گشتند آورده شدند. دسترخوان‌ها طرز آراسته گردیدند که همه خوراکواری مطابق شرط‌های آزمون جابجا گردیدند. دقت اساسی در دسترخوان آرایی به ذوق استتیکی کدبانوها، صفت طعام‌ها، طرز جابجاکنی ظرف‌ها، شیرینی‌ها و محصولات میوگی روانه گردید. یک نفر از اشتراکچیان آزمون فکر و اندیشه خیش را عاید آزمون کدبانوی بهترین چنین عرض می‌دارد. بخشیده بر روز مادران، بانوان عزیز ما با دستان ماهر خود بهر شما طعام‌های ملی خیش را آماده نموده. همه شما یا معلوم است که همه طعام‌های ملی که با محنت دستی بانوان روشن زمین آماده ساخته ایم بر شما پیشکش می نماییم و از همین فرصت استفاده برده به مناسبت روز مادران همه مادران تاجیک را از صمیم قلب تبریک و شادباشی گفته به هر یک و یک آنها از صمیم قلب تن صحت خانه آباد را خواهان خوانم. هیئت حکمان هنر بانوان را از نظر گذرانیده دریافتند که آن غذاهایی که قریب از بین می رفتند از نو احیا گشته ایستادند. برتری آنها از غذاهای حاضر زمان در آن است که آنها عاری از هر گونه آمیخته‌های کیمیاوی بوده از جهت اکولوژی تازه می باشند. کدبانوها توانستند در برابر طعام‌های عنعنوی ملی غذاهای اروپایی و مرباهای از میوه‌های گوناگون تیار کرده را معرفی نمایند. بعضی از محصولات باغ‌ها طوری کارکرد گردیده است که تا این دم معلوم نبود. مرباها از میوه‌های یابایی که بیشتر تیار نمی‌گردیدند روی دسترخوان‌های کدبانوهای دهه‌های شید و شجند ناحیه ریشون آرام می‌دادند. هیئت حکمان به چنین قرار آمد که همه بانوان به آزمون غذاهای با صفت را پیشکش نمودند. جای یکم را باشد به کدبانوی جماعت دهاتی برتنگ ناحیه ریشون مناسب دانستند. بعد نمایش آزمون کدبانوی بهترین در تالار قصر فرهنگ جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. جمع آمدگان را رئیس ناحیه ریشون به شرف عید مادران تبریک نمود و عرض داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کوشش آنند که هرچه بیشتر زنان را به کارهای مفید و دولتداری جلب نمایند. سال از سال تعداد بانوان رهبری کننده افزوده ایستاده است که در رشد خواجگی خلق جمهوری سهم باسزا دارند. به مناسبت روز مادران بانوانی که در رشد
خواجگی خلق ناحیه ریشون سهم باسزا گذاشتند، با افتخارنامه‌های رئیس ناحیه و اداره و مؤسسه‌های مستقر در ناحیه ریشون قدردانی شدند. خدمت جوان دخترانی که ورزشگران با سلیقه بوده شرف ورزشی ناحیه و ولایت را در سطح جمهوری و بیرون از آن حمایت نمودند، از مد نظر مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ریشون در پناه نماند. نمایندگان بانوانی که سالیان دراز عمر با برکت آنها صرف خدمت وطن گشته است، صاحب فخرنامه‌ها و مکافات‌های پولی و مالی گشتند. در این ریز سعید به بانوان نیازمند از طرف وزارت کارهای داخلی و دیگر اداره و مؤسسه‌های دولتی یاردم یک وقته پولی و مالی رسانیده شد. ریز مادر در مرکز مأموری ناحیه ریشون با برآمد هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه انجام پذیرفت. نخست رئیس ناحیه شغنان جمعه‌زاده جمعه شافقیر با هنرهای مردمی که به نمایش گذاشته شدند از نزدیک آشنا گردیده بهای سزاوار داد. قید گردید که در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شوق و ذوق بانوان ناحیه به احیا نمودن هنرهای مردمی افزون گردید. چون این اقدام نجیبانه راهبران تاجیکان دنیا شوق بانوانهای هنرمند ناحیه شغنان را بلند نموده بهر رشد هنرهای مردمی زمینه کامل فراهم آورد. در برابر همه مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه دولتی، مرکز تحصیلات علاوگی نیز با اعضایان محفل بافندگی و مربوفی در این شورابینی شرکت فعالانه ورزیدند. در برابر دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه شغنان نیز با ساکنانش در تالار قصر فرهنگ ناحیه جمع شده عید بانوان، عید مادران را با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل نمودند. زنان تاجیکستان در سیمای آنها زنان بدخشان و زنان ناحیه شغنان را با فرارسی عید بانوان، عید زنان 8 مرد از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده برای همه آنها آسمان صاف و بی‌غبار، زندگی خوب و گوارا و خوشی‌های زندگی رو تمنا دارم. چاره‌بینی تنتنوی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. نخست رئیس ناحیه تمام اشتراکداران، بانوان و مادران را تبریک و مبارکباد نموده. قید داشت که زن مادر تربیتگری اهل بشر بوده، با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را تکان می‌دهد. رئیس ناحیه از مهربانی‌های زن مادر یادرس شده. اظهار داشت که امروزها دقت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مقام زن در جامعه و حرمت احترام مادر تاجیک به اندازه می‌باشد. این اقدام پیشگرفته پیشوای ملت را زنان ناحیه سرمشق کار خود نموده فعالیت آنها در تمام سمت‌ها چه در ساحه معارف، در ساحه ورزش و خدمت دولتی نظر است میباشد. در دوران صاحب استقلالی کشور از طرف دولت و حکومت برای زنان مادران شرایط‌ها مهیا گردیده. آنها در برابر زن مادر بودنش هم صاحب کار و هم ساختمانچی بوده برای دولت و ملت خویش خدمت میکنند. در چاره‌بینی نورسان شعرها را در وصف زن مادر قرائت نمودند. اینچنین از طرف رئیس ناحیه برای فعال زنان ناحیه که در کارهای جمعیتی پیوسته سهم ارزنده میگذارند افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی سپرده شدند. برنامه رنگین کنسرتی انجام بخش چاره‌بینی گردید. در چوره‌بینی معاون رئیس ناحیه اشکاشی مشم خولدارزاده مدیر بخش کار با زنان و اویله سابقه‌داران و زنان فعال کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. کارمندان کتابخانه گلرخزار یعقوبова و مینا رجبova عید نقش زن مادر در جامعه امروزه برآمد نمودند. سیارما زمیرова وکیل مجلس نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان ابراز داشت که واقعا زن مادر بزرگترین شخص میباشد که آن را هر چند وصف کنیم انتها ندارد. گفته شد که با شرافت صاحب استقلالی مملکت در همه ساحه‌ها زنان کشور در برابر مردم فعالیت ارزنده دارند. قید گردید که مادران در برابر اجرای رسالت اصلی خود یعنی تربیت فرزند باز سیاستمدار و عالم، آموزگار و طبیب، مهندس و کارشناس و صاحب کاری موفق بوده. مقصد یگانگیشان پایندگی صلح و ثبات و آرامی جامعه تازه استقلالمان تاجیکستان میباشد. خولدارزاده هاشم معاون رئیس ناحیه حاضرین را با فرارسی روز مادر تبریک نموده به همگان از سهم زنان در جاده سازندگی و آبادکاری ابراز نظر نمود. در فرجام خوانندگان مکتب صنعت ناحیه و تربیت گیرندگان کودکستان رقم 6 ناحیه در وصف زن مادر پارچه‌های شعری و سرودها را قرائت نمودند.
در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان همایش علمی تحت عنوان مادر سرچشمه مهر و محبت شفقت بیکنار نور هر یک خاندان بخشیده بر روز مادر برگزار گردید. چاره‌بینی تنتنوی را سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا مرادزاده رستم طهای مراد آغاز نموده از نام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان زنان و مادران را بر روز مادران تبریک و تهنیت نمود. تاکید شد که مادر شخصی است که شب و روز به خاطر راحت و آسایش طفلش زحمت میکشد و نمیگذارد که فرزند او رنج و آزار بیند. در ستایش زن مادر تا امروز هزارها اثر سرشار از مهر و محبت ایجاد گردیده سیمای زن تاجیک در اولین کتاب‌های مردم کهن بنیاد ما همچون فرد آزاد نژاد آزادیخواه، زیبای پرست، دانشمند و فرهنگ دوست، دلاور و گردآفرید، وطندار و وطن پرست و هنرمند و کدبانو تصویر یافته است. تاکید شد که سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از روزهای نخستین به سر دولت آمدن به این عالیه زندگی توجه جدی ظاهر نمود. پیشوای ملت ذکر داشت که جامعه‌ای که به زن مادر غمخواری می‌نماید به آینده خودش غمخواری می‌کند. دولتی که نسبت به زنان و مادران سرچشمه حیات و بقای نسل انسانی بی‌پروا باشد آینده خود را از دست می‌دهد. ذکر داشت که در نخستین روزهای فصل زیبای بهار یعنی ایام نور و صفا و گرمی و بیداری طبیعت جشن فرخنده روز مادر راست می‌آید که این از بزرگی زن مادر شهادت می‌دهد. مادر یگانه موجودی است که انسان می‌آفرد، در آغوش گرم و پرمهر خود می‌پرورد و نخستین سخن و گذاشتن اولین قدم‌ها را به طفلش یاد می‌دهد. قید گردید که زنان و مادران تاجیک همصف و همقدم زمان بوده رسالت مادری و قرض شهروندی خود را در گسترش و تکمیل دادن ارزش‌های نجیب و والای انسانی بخصوص در روحیه بلند وطن پرستی، تربیت کردن جگربندان و بیدار ساختن هویت ملی، تحکیم خودآگاهی و خودشناسی سزاوار احترام اهل جامعه میباشد. در ادامه سخنرانی خود سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بار دیگر زنان و بانوان فعال ولایت را بر روز مادر مبارکباد نمود. ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف اشتراکداران چاره‌بینی را بر روز مادر تبریک نموده قید داشت که شجاعت و مردانگی زنان و بانوان تاجیک در تاریخ چند هزار سالها باعث تحسین و آفرین میباشد. محض به خاطر بزرگی مادران اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برآمدهای خویش ذکر داشتند که مادر آفرنده حیات، پیوندگر نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان میباشد. محض به همین خاطر مردم تاجیک و عموما اهل بشر به این تمثال به همتا و جاودانه ارج میگذارند، بزرگی او را ستایش مینمایند و در نزدش همیشه سری تعظیم فرود میآورند. رئیس ولایت یادگار فیضوف همچنین قید نمود که فعالیت زنان در مقامات‌های گوناگون نظررس ارزیابی گردیده مهنت شبانه روزی این کارمند زنان باعث افتخار است. راهبریت ولایت نقش زنان و مادران را در پایداری و استواری عائله و فراهم آوردن فضای آرام و آسوده در خانواده بسیار مهم خوانده آنها را پاسدار زبان و تاریخ و فرهنگ ملی عنوان کرد. معاون رئیس ولایت نظیره امیربگزاده با یادآوری از قهرمانی‌های زنان تاجیک در شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی برآمد نموده ذکر داشت که توجه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به زنان و دختران بیش از پیش زیاد گردیده امروزها صف بانوان تاجیک در سمت‌های مختلف شایسته تحسین میباشد. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ میرزا نبات علیشیر خدابردی در نوبت خود حاضرین را برای مادر تبریک نموده قید داشت که زنان و مادران ما نگهدارنده و دوام دهنده بهترین عنعنه‌ها و آیین‌های اصیل و دیرینه خلقمان خصوصا در تربیت کردن و به کمال رسانیدن فرزندان با آداب و صاحب معرفت و وطن دوست و دلیر میباشند. هر یک شخص مادر را مثل جان خود و همچون زینت و صفای زندگی دوست می‌دارد، عزیز می‌شمارد و حرمت و احترامش را به جا می‌آورد. در همایش علمی سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ملکزاده محمد امام حاضرین را به این روز تبریک نموده از سخنان شاعران و نویسندگان بابت بزرگی زن مادر اقتباس‌ها آورد. نام برده از تاریخ روز بین الخلقی زنان یادداشت شده تاکید نمود که اولین زنی که برای حفظ آزادی زنان مبارزه نموده است کلارا سیلکنا میباشد. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی بابت بالا بردن مقام و مرتبه زن مادر یک قطار برنامه‌های دولتی را برای فعال گردانیدن نقش زنان در جامعه راه اندازی کرده است که صف بانوان در ردیف مردان در پیشرفت و ترقیات کشور شایسته تحسین میباشد. در جریان همایش علمی در موضوع مادر سرچشمه مهر و محبت شفقت بیکنار نور هر یک خاندان شاعر شیرین کلام و شهرتیار بام جهان لالجوبه میرزا حسن از اشعار رنگین خویش که در وصف این عالیه زندگی و فرشته حیات اشعار تازه ایجادش را بخشیده است توجه بانوان را به سوی خود جلب ساخت. قید داشت که زن مادر با یک دستش اگر گهواره را جنباند با دست دیگرش دنیا را تکان داده رشته حیات زندگیش را به تعلیم و تربیت و به کمال رسانیدن فرزندانش بخشیده است. مادر در حقیقت سزاوار همه گونه قدرشناسی و
رزداری دانسته می شود، زیرا این الهه زیبایی مهربانترین انسان برای هر یک شخص در زندگی به شمار می رود. حاکم قلندریان، دیرکتور انستیتوت علم‌های گومانیتاری اکادمیای ملی جمهوری تاجیکستان به نام بهادر اسکندرов زنان و بانوان را برای روز مادر تهنیت گفته با آنها پیش از همه تنسیتی و خانوادگی را تمنا کرد. نام برده از فلسفه زن مادر سخن کرده با دلیل‌های علمی آن را به حاضرین شرح و توضیح داد. قید داشت که مادر شخصی است که شب و روز به خاطر راحت و آسایش جگربندش زحمت کشیده نمیگذارد که فرزندش رنج و عذاب بیند. مادر سرچشمه حیات، آفریننده آدم، فرشته روی زمین است. مادر ما را به دنیا آورده، با ناز و نعمت و با شیر سفید خود ما را به وایه رسانده است. از این رو ما هرچند محنت کنیم و هرچند سخن گوییم برای مادر بسنده نیست. من از این فرصت خوب استفاده برده تمام مادران جمهوری تاجیکستان و خصوصا مادران ولایت مختار کوهستانی بدخشان را با این روز باشکوه، یعنی با روز مادران، تبریک و مبارکباد گفته برای آنها تمام خوشی‌های زندگی، سلامتی، سربلندی و روزگار با برکت را خواهانم. در چاره‌بینی فعال زنان ولایت اینچنین اعضایان گروه اوانگارد با معروضه‌های پرمحتوا از بزرگی زن مادر حرف زده با شعرهای ترنم کننده این الهه زندگی خاطر حاضرین را شاد و مسرور گردانیدند. در همایش به یک زمره گردآفرین‌های ریاست که در فعالیت شبانه روزیشان به دستاوردهای ارزشمند کامیاب شدند از نام رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در وضعیت تنتنوی با رتبه‌های نوبتی افتخارنامه و سپاسنامه و نشان سرسینگی سرفراز گردانیده شدند. همزمان به فعال زنان اداره و مؤسسه های حدود شهر خاروخ تحفه های خاطروی و مبلغ پولی سپرده شد. از جانب شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق، پرокурور ولایت مختار کوهستان بدخشان عارف زاده پرویز رستم به زنان مقامات حفظ حقوق تحفه های پولی تقدیم گردید. گردآفران زمان از دستگیری و غمخواری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان همواره سپاسگزار بوده به سوگند یاد کرده خود همیشه صادق می باشند. در انجام همایش علمی از طرف تربیت گیرندگان مکتب موسیقی ناحیه روشن که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جای نمایان را اشغال نمودند، با برنامه رنگین خود به چاره‌بینی روز مادران حسن انجام بخشیدند. امروز امان را تحت عنوان مادر دعا بده حسن آغاز می بخشیم. از چهره‌های طالب علمان عیان گردید که مهر ایشان نسبت مادر به اندازه بوده. رقص و سرودخوانی را اجرا نمودند. صحنه‌چه‌ای که به تماشا گذاشته شد ترنمگر احسان و نکویی، لطف و مرحمت و زحمت‌های یکمره مادر میباشد. یعنی چه طور فرزند در ایام جوانی از زحمت و رنج کشیده مادر بیخبر بوده، حرمت و عزتش را به جا نآورده عاقبت با یأس و ناامیدی دچار میگردد. واقعا مادر یکمره میسوزد و میسازد بر خوشبختی فرزند. سرود دو کسه نیز با احساسات صمیمی خوانندگان نسبت مادر زمزمه گردید. غیر از این ما در روزهای قرار داریم که روز بانوان در پیش است و من از فرصت مناسب استفاده برده تمام زنان مادران تاجیک را با روز مادران، روز بانوان تبریک و شادباش میگویم. بگذار در هر یک خاندان تاجیک زنان پیشصف باشند و بالای سری فرزندانشان باشند. اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت در یکی از سخنانیش خوب قید کردند: مادر زیباترین زن، قیمتترین گوهر و پرمیرترین انسان است. با کمال صمیمیت و احساسات بلند تمام بانوان که بر حق محور زندگی و پیشرفت جامعه می باشند تبریک و تهنیت گفته در کارهای هر روزه‌تان موفقیت‌های نو و کامیابی‌های را آرزومندم. دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 9 دهه یومج رسلان شوخمارов در فرجام چاره‌بینی جهت تهیه نمودن چنین یک چاره‌بینی رنگین اظهار سپاس بیان نموده چند سخن حکمت‌آمیز را در حق مادر ابراز کرد.
این تالار خوانش دانشگاه دولتی خوراغ است که چند روز باز در لحظه‌های تنفس در اختیار دانشجویان فاکولته بیولوژی این دانشگاه قرار داشت تا آنها برای استادان خود تحفه‌های پر از مهر و وفا و صدق و صفا تهیه نمایند و امروز استادان و دانشجویان را به این برنامه ادبی موسیقی دعوت کردند. در آغاز این برنامه تمام بانوان دانشگاه را با روز مادر تبریک کرده به آنها تن صحت و خاطر جمع و در کارهای علمی و تعلیمی کامیابی ها تمنا نمود. به سرپرست گروه فیروزه قلندربیکова برای کمک و دستگیری در تهیه این برنامه و روزنامه ادانه دیواری سپاس خاص بیان نمودند. نخستین ترانه‌ای که در اجرای یکی از دانشجویان صدا داد این ترانه علی مادر بود. شاید انسان‌های روی زمین کلمه اول را از علی مادر شنیدند. هر یک انسان صرف نظر از ملت و نژاد، زبان و عرف و عادت یک مانندی دارد که آن هم علی مادر است. اگر از همه شاعران دنیا پرسان شویم که شعر اولین خود را به کی بخشیده است، به یگان فکر و اندیشه میگویند که به مادرم، به کسی که ما را به دنیا آورد، به من خفتن و راه رفتن را آموخت. دانشجویان شعرها را در وصف مادر با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی قرائت نمودند. در آستانه روز مادر در فاکولته بیولوژی یک نوی خوش رخ داد که همه از شنیدن آن شاد شدند. استاد این دانشگاه زرتاجگل خسروبیکova رساله نامزدی خود را دفاع کرد و با تهیه‌گران این برنامه استاد خود را تبریک نموده برایشان در فتح قله‌های نو علمی پیروزی‌ها تمنا نمودند. موضوع صحنه‌چه دانشجویان نیز خیلی مؤثر و پندآمیز بود. قهرمان این صحنه‌چه یک فرزند ناخلف است که در پیش دوستان و معشوقه خود شرف مادر را پس میزند. به خاطر آنکه چشمش نابینا است، به سر مادرش داد میزند که تو با این روی زشت خود مرا در پیش دوستان شرمنده کردی. مادر بیچاره از نزدش دور می شود. بعد چندین سال زنش او را از خانه پیش می کند و باز مادر او را در آغوش خود می گیرد. رقص در اجرای یک دانشجو نیز به یک نمایشنامه شباهت داشت، زیرا در این رقص رنج و زحمت، نشاط زندگی، شادی، غم و نهفته بود و این همه را هنرمند جوان با ایمو و اشاره با چشم و ابرو خیلی ماهرانه افشا ساخت. آموزگار کافر بیولوژی محبت علی‌نظرova نیز بانوان و دختران فاکولته را با روز مادر تبریک کرده به شاگردان خود برای تهیه چنین تحفه‌های زیبا اظهار سپاس نمود. سردار ریاست معارف ولایت آدینشان مردوف کلی مادرانی که عمر خویش را به تعلیم و تربیت نسل نورس بخشیده برای تحکیم تکرسی دولت صاحب استقلال و آبادی و پیشرفت آن همیشه سعی و تلاش میکنند تبریک کرده اظهار داشت که مادر تمام مشکلات بن‌بستای زندگی را قبول و پس سر میکند تا به فرزندش آسیبی نرسد و یک زندگی آرام و براحت داشته باشد و اگر مادر باز آموزگار باشد زحمتش دوچند میافزاید، زیرا او در برابر والدان در تعلیم و تربیت شاگردان مسئولیت بر دوش دارد. پیشوای ملت نقش مادران و بانوان را در تربیت نسل نورس، پایداری و استواری عائله و به وای رساندن فرزندان به عار و ناموس مؤثر شمرده تاکید میکنند که مادران برای تربیت درست فرزندان به حیات مستقلانه آماده کردن آنها، حفظ گرمی و برکت خانواده و بلند برداشتن مقام عائله در حیات دولت و جامعه سعی و کوشش میکنند. سردار ریاست معارف ولایت گفت که الان در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت زیاده از 5000 آموزگار به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغولند که 85% آنها را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. تجربه ثابت نموده است که در آن مؤسسه‌های تعلیمی که بانوان راهبر هستند، در آنجا هم تعلیم و تربیت، هم محیط صاف و پاک و هم رابطه بین عائله و آموزگاران با یک نظام معین به راه گذاشته شده است. رئیس شورای اتفاقهای کسبه کارمندان ساحه معارف و علم ولایت سعید شوق‌ظفرов نیز بانوان را به عید کسبیشان تبریک نموده به هر یک آنها برای خدمت‌های صافدلانه و صادقانه‌شان سپاسنامه، مکافات پولی و تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود. ضمن سپاریدن مکافات رئیس شورای اتفاقهای کسبه کارمندان ساحه معارف اظهار داشت که دولت و حکومت کشور همیشه تلاش می‌ورزند که رنج و زحمت‌های استادان و آموزگاران را قدر نمایند. برای فعالیت پرثمرشان شرایط مساعد فراهم سازند. عصر 21 به طور بی‌سابقه پیش می رود و هر یک ساعت و زمان طرز و اصول تعلیم تغییر یافته، تکنولوژی جدید اختراع کرده می شود. از این رو برای ما آموزگاران ضرور است که شب و روز برای بلند برداشتن دانش خود نیز تلاش ورزیم.